من امروز میخوام راجع به کتاب رنج‌های ورتر جوان از گوته صحبت کنم. این کتاب 120 صفحه است و گوته در 24 سالگی کلا توی 4 هفته نوشتتش. ولی همین کتاب 120 صفحه‌ای تبدیل میشه به یکی از پرچمدارای جنبش رمانتیسم که حالا راجعش صحبت میکنیم چیه، و تبدیل میشه به یکی از دارک‌ترین کتاب‌های تاریخ ادبیات. من چند وقت پیش راجع به این کتاب توی یک گروه کتابخوانی داشت صحبت میشد، نشسته بودم و از نقطه نظرات مختلف کتاب نگاه شد، ولی از یک زاویه خاص به این کتاب نگاهی نشد و راجع به اون صحبت نشد. من حس کردم که میشه از این نظر هم بهش نگاه کرد و گفتم راجع بهش ویدیو درست بکنم و صحبت بکنیم. چرا سرنوشت این کتاب دارک شد؟ به این دلیل که نقش اول کتاب عاشق دختری نامزددار میشه، به این دختر نمیرسه و توسط تپانچه‌ای که از نامزد همین دختر قرض میگیره به زندگی خودش پایان میده. در هنگامی که به زندگی خودش داره پایان میده در کتاب یک جلیقه زرد و یک کت آبی تنشه. بعد از انتشار کتاب به طرز عجیبی بسیاری از جوانان جلیقه زرد به تن کرده، کت آبی پوشیده و به زندگی خودشون پایان میدن و به جایی میرسه که پخش کتاب توی خیلی از کشورها ممنوع میشه. این موضوع خب هیاهو فروشش رو بیشتر میکنه و تا جایی میرسه که توی روانشناسی یک پدیده‌ای داریم ما امروز به اسم اثر ورتر یا خودکشی تقلیدی. حالا من 3 سوال رو سعی میکنم بهش نگاه بکنم توی این ویدیو. یکی این که چرا این اتفاق افتاده، یعنی این اتفاق خودکشی تقلیدی چرا افتاده، و برای پاسخ به این سوال باید ببینیم که این کتاب در چه زمانه‌ای نوشته شده. سوال دوم این که گوته چرا این کتاب رو نوشته، و برای پاسخ به این سوال باید ببینیم که زوم بکنیم روی زندگی خود گوته. و سوم این که اصلا کتاب داره سعی میکنه چی بگه. پس یکی این که چرا اصلا این اتفاق افتاده، چه دور زمانه هستیم. دو این که خود گوته در چه شرایطی بوده و اینکه کتاب داره چی رو میگه. این 3 سوال یادتون باشه، میخوایم به اینا دقیقاً برگردیم. برای پاسخ به سوال اول که چرا این اثر ورتر و خودکشی تقلیدی رخ داده، میخوایم بریم ببینیم که کتاب در چه زمانی نوشته شده. اوایل قرن 18 اوج عصر روشنگری بوده. عصر روشنگری چی بوده؟ عصری بوده که در اون همه چیز باید با حساب و کتاب می بوده. نیوتن قوانین طبیعت رو کشف کرده بوده، حتی هنر و حتی معماری همه چیز باید ساختار، اصول و یک محاسباتی برای خودش می داشته. در این هیاهوی عصر روشنگری و در اواخر قرن 18 جنبشی به اسم رمانتیسم شکل میگیره که این جنبش اعتراضی به عقل و نظم عصر روشنگری و احساسات و عواطف و طبیعت و تجربه فردی رو خیلی بهش بها میده. تا قبل از اون ادبیات همش درباره شاهزادگان و شوالیه ها و اشراف بوده و رمانتیسم میاد تراژدی رو واقعا به زندگی انسان‌های معمولی میاره، یعنی حق تراژدی رو به یک آدم معمولی میده و همین دلیلی که جوان‌های معمولی در اون دوران خودشون رو توی ورتر میبینن و این یک جنبش ادبی نمیشه، یک جنبش اجتماعیه دقیقاً. و کل کتاب هم یک نامه‌هایی از ورتر به دوستش، یعنی شما دقیقاً در ذهن یک آدم قفل شدی و احساسات و افکار یک آدم رو می‌بینی. نه راوی وجود داره، نه تحلیلگری وجود داره، نه شخص سومی وجود داره. تمام و کمال حتی نامه‌هایی از دوستش به اون هم نمی‌بینی. تماماً نامه‌های خود ورتر به دوستش کل کتاب. و خب همونطوری هم که روشنگری در عقل افراط کرد، رمانتیسم هم گاهن در احساسات افراط کرد و به جایی رسید که احساسات رو با حقیقت مترادف دونست و به این نتیجه رسید که گاهی حتی هیجان از نظم مهمتره. پس ما الان کجاییم؟ گفتیم که خود کتاب شروع کننده جنبش رمانتیسم بوده، عصر روشنگری تفکر غالب اون دوران بوده و اینکه رمانتیسم میاد و به احساسات و هیجانات بها میده و در این مسیر خودش به افراط هم کشیده میشه. سوال دوم، حالا خود گوته چرا این کتاب رو نوشته و شرایط زندگی خود گوته چی بوده؟ گوته دقیقاً خودش در زندگی واقعیش وارد یک رابطه مثلثی به این شکل میشه، عاشق دختری میشه به اسم شارلوت که نقش اول این کتاب، یعنی اون دختری که تو این کتاب هم هست به اسم لوته، که این دختر یک نامزد داره و
گوته با این دو نفر دوست میشه و در آخر هم خب به دختر نمیرسه و شهر رو ترک میکنه. ولی در اون دوران یک آشنا اینها داشتن که توی این شهر از یک دختر نامزدداری خوشش میاد و به اون دختر نمیرسه و توسط یک تپانچه‌ای که از همین دقیقا نامزد شارلوت قرض گرفته به زندگی خودش پایان میده. اینجاست که این جرقه نوشتن این داستان در ذهن گوته رخ میده. کتاب اول توی بهار و تابستونه و کتاب دوم توی زمستون و پاییزه. کتاب اول دوره‌ایه که در اون عاشق شارلوت میشه و کتاب دوم زمانیه که وارد مشکلات روحی و روانی و فکریش میشه. کتاب اول به آشنایی با لوط، شکل‌گیری اون احساسات و عشقش به لوط میشه و در کتاب دوم تشدید بحران روحیش رو میبینیم و به طرز بسیار زیبایی یک سری اتفاقاتی که در کتاب اول در اون تابستون و بهار رخ میده دوباره دقیقاً به همون شکل توی زمستون و پاییزش رخ میده. یعنی یک سری تصاویر و اتفاقات در کتاب اول گوته به ما راجبشون صحبت میکنه و دوباره در کتاب دوم اونها میان و به زیبایی هرچه تمام ما میبینیم که گوته داره ما نشون میده که اتفاقات همون اتفاقاتن ولی اون آدم دیگه اون آدم نیست و احساساتش داره باعث میشه که یک جور دیگری به دنیا نگاه بکنه ورتر. حالا الان چند مثال از خود کتاب براتون میزنم که ببینید که حتی ما خودمون هم چقدر زیاد دچار این اشتباهات میشیم. مثال اول، ورتر اول کتاب یه خانواده روستایی رو میبینه، مادر و بچه‌هاش، صحنه ساده و گرمیه و خیلی ذوق میکنه و نتیجه میگیره که زندگی ساده زیباست، آدم باید همینطوری زندگی بکنه، اینا خوشبختن. و توی کتاب دوم همون خانواده رو دوباره میبینه، بچه کوچیک مرده و شوهرش که برای گرفتن یه ارثی از شهر خارج شده بوده برمیگرده که سرش کلاه رفته و مریض و دست خالی برگشته. یه مثال دیگه که در کتاب میبینیم که از اینم دقیق ترینه که خود ورتر اول کتاب رفته یعنی اومده برای حل یک سری مسائل ارث و میراث برای مادرش و خب با چند تا صحبت این موضوع حل میشه و از این به این نتیجه میرسه که خیلی از اتفاقات توی دنیا از سوء تفاهم و تنبلیه و اصلا مشکلات وجود نداره و شما راحت میتونی حلشون بکنی، در صورتی که در کتاب دوم دقیقاً یک مرد روستایی که برای حل ارث و میراث به یک شهر دیگه رفته با هزار تا بیماری و مریضی که گفتم دقیقاً مواجه میشه. یک مثال دیگه، در کتاب اول از کنار یک دره رد میشه و اون دره رو آغوش خدا توصیف میکنه، در صورتی که در کتاب دوم از همون دره رد میشه و اون رو به شکل یک هیولایی که همه چیزا در خود میخواد ببلعد دقیقاً توضیحش میده. یه مثال دیگه مثلا بخوام بگم، توی کتاب اول ورتر یک جوانی رو میبینه که عاشق یک بیوه زنی است و با دیدن اون عشق دقیقاً میاد میگه که این پاکترین عشقیه که من توی عمرم دیدم و در کتاب دوم که میبینیم که دقیقاً همون آدم از دوباره سر کله‌اش پیدا میشه و ورتر متوجه میشه که شخصی رو که اون بیوه زن عاشقش شده بود رو این جوون کشته و دقیقاً داریم میبینیم که عشقی رو که در کتاب اول ورتر پاکترین عشق توصیفش کرده بود به چه چیزی منتهی شده. ببینید مدام از این اتفاقات داره بین کتاب اول و کتاب دوم رخ میده و من حس نمی‌کنم گوته این مثال‌ها رو الکی کنار هم دیگه گذاشته، یعنی حس می‌کنم داره یک پیامی میده که احساسات هستن، احساسات زیبان واقعا وجود دارن، ولی شما انگار که حق نداری دنیا رو بر اساس اون احساسات قضاوت بکنی که حالا آخرش به این برمیگردم. و مثال آخری هم که بخوام بزنم دقیقاً آخر کتاب رخ میده. قبل از اینکه ورتر جوان خودکشی بکنه یک توصیف بسیار زیبا و با شکوهی راجع به مرگ خودش می‌نویسه و مثل یک پرواز، مثل بازگشت به آغوش خدا دقیقاً به تصویرش میکشه. ولی درست بعدش زمانی که دیگه ورتر مرده و یک راوی آخر کتاب میاد و ادامه نامه ها رو توضیح میده که چه اتفاقاتی افتاد به ما، راوی توضیح میده یا گوته در اصل توضیح میده که بعد از اینکه این خودکشی کرده اصلا تمیز و آروم و زیبا نیست، 12 ساعت روی زمین میفته با بدن فلج، با نفس‌های وحشتناک و خون همه جا رو گرفته و خیلی صحنه زشت و تعفن برانگیزیه. یعنی ببینید دوباره گوته داره به شما نشون میده که اون تصویری که تو بر اساس احساساتت از دنیا شکل دادی نه، این حقیقت نیست، کاملا برعکس این اتفاق افتاده و زشتیشو دقیقاً به تصویر کشیده. ببینید پس ما اگه بخوام یک خلاصه بگم که چی شد، یکی این که ما گفتیم که کتاب در عصر رمانتیسم نوشته شده و این کتاب رو گفتن که پرچمدار رمانتیسمه
ولی همونجوری که در کتاب داریم میبینیم اتفاقی که افتاده، نمیخوام بگم برخلاف رمانتیسم، ولی در کنار رمانتیسمی که خیلی بر احساسات و طبیعت و تجربه فردی بهای بسیار زیادی داده، این کتاب یه جورایی انگار که در کتاب دوم اومده گفته که آره احساسات و تخیل و تجربه فردی زیباست، ولی اگر شما این احساسات رو بخوای حقیقت بدونی، آخرش میتونه واقعا شما رو نابود بکنه و از بین ببره. و در ادامه این که زندگی خود گوتر هم که داریم میبینیم که خودش درگیر یک سری احساسات شدیدی شده و از این احساسات تونسته فاصله بگیره و خودش در زندگی شخصیش این دوچار مشکلش کرده و همونجوری که خودش هم بیان کرده حتی فکر خودکشی به سر خودش هم زده. و خب میبینیم که باز هم انگار که یک نقدی بر رمانتیسم یا یک نیم نگاهی از یک زاویه مخالفی به رمانتیسم و این جنبش احساسات و طبیعت و فردگرایی شده. و سوم این که در خود کتاب، دقیقاً 3 سوالی که پرسیدیم، سوال سوم در خود کتاب هم شما میبینید که چقدر به زیبایی در یک جریان رفت و برگشتی تمام اون مسائلی که ورتر باشون از نگاه به طبیعت به حقیقت رسیده رو دقیقاً انگار داره که رد میکنه در کتاب دوم، که میگه که نه لزوماً، یعنی اینها لزوماً اطلاعاتی در مورد دنیا نبودن و اکثرشون میتونستن غلط باشن. اگر بخوام یک نکته‌ای هم در آخر هم اضافه بکنم که نکته جالبی هم هست، اینه که فروید که پدر علم روانشناسی هم هست بعدها 2 مفهوم رو ارائه داده که وقتی که در موردشون میخونیم میتونیم حدس بزنیم انگار که فروید یه نیم نگاهی به کتاب رنج‌های ورتر جوان داشته، انگار که این کتاب رو خونده. حالا خیلی ساده اگه بخوام اونها رو بگم، فروید میگه که ما انسان‌ها در خودمون یک سری احساسات بسیار قوی داریم که توی زندگی تجربه میکنیم و در برابر اون احساسات ما 2 کار میتونیم بکنیم، یا اینکه بهشون بها ندیم و نذاریم بیرون بیان و یه جورایی خفه‌شون بکنیم که فروید اسمش رو گذاشت سرکوب، و یا یه کار دیگه که میشه کرد اینه که این احساسات رو برداشت و تبدیل کرد به یک سوخت و از انرژی خیلی شدیدی که اون احساسات به شما میدن تبدیلشون بکنی برای خلق چیزهای بزرگتر، برای انجام کارهای بزرگتر، که به این عمل فروید میگفت والایش. در کتاب رنج‌های ورتر جوان میبینیم که خود ورتر مسیر سرکوب رو میگیره و توی کتاب هم دقیقاً این گذاشته شده که حتی یک نقاشی رو نمیتونه در کل طول این 1 سال به پایان برسونه و اون انرژی شدید هم در آخر واقعاً جان خودش رو گرفت. ولی در مقابلش خود گوتر میبینیم که همون اتفاق و همون مسائل براش، دقیقاً همون مسائل براش رخ میده و مسیری رو که میگیره مسیر والایشه، یعنی همون انرژی رو به هنر و نویسندگی و خلق کردن میاره و چیزی در حدود 140 اثر از خودش به جا میذاره. با کنار هم گذاشتن تمام چیزهایی که گفتیم، من به نظرم میاد که این کتاب درسته که واقعا درش خیلی به طبیعت و احساسات واقعا بها داده میشه، ولی به نوعی انگار نمیتونم از این چشم بپوشونم که کتاب به نوعی انگار نقد رمانتیسم هم هست و خیلی قبل از این که رمانتیسم به افراد کشیده بشه و این مشکلات رو وجود بیاره، انگار که گوته خودش این رو حد زده و در جای این کتاب سعی کرده این رو به خواننده خودش واقعا برسونه. ممنونم ازتون که گوش دادین و خیلی دوست دارم ببینم که نگاه شما به این کتاب چیه و از چه زاویه‌ای بهش نگاه میکنین و خیلی ممنون میشم نظرتون رو برام بذارین زیر این ویدیو.